عزیزم شما ناراحت نمیشی شوهر به خانما میرخصه؟ جان بیا بابا خیلی عادی سازی. نه ذهنتو باز کنی خانم چه اشکال داره؟ سر عروسی خواهر من باسن مبارک تو از رو صندلی بلند نکردی، حالا واسه من با این لکاته میرقصی ریز میای. ماشی لباسشویی درست شد؟ آره آقا سعید رضا لطف کردن درست کرد. سعید رضا درست کرد؟ آره بابا ماشاءالله چقدر خیلی فنیه. 3 ماه چراغ دستشویی خونه من سوخته، من با چراغ قوه بچه‌ها میرن تو دستشویی. مهندس شدی برای من واسه چوسی میری ماشین لباسشوییش رو درست میکنی. ما مثلا با خانواده خودم هم که میایم شمال سعید رضا اصلا شلوارک پاش نمیکنه. اصلا یعنی چی که تو شمال شلوارک پاش میکنه؟ سلام آقا سعید رضا. سلام چطورین؟ این تیشرت منو پیدا نکردی؟ تو ساکه 2 سال با شروالی اومدی خونه مادر من خوابیدی، حالا برای من شلوارک پوش شدی، پر و پاچه بلورین تو جلو اینا میندازی بیرون. چند بچه‌ها خوب شنا میکنن. آره تو این 2 روز آقا سعید رضا یادشون داده. سعید رضا میشه. آره ما رفتیم خرید اینا شنا یاد گرفتن. امیر کوروش و نازنین پارمنای من آرزو به دلشون مونده بود که پدرشون یه ذره باشون بازی کنه، بعد تو رفتی به طول سگایی شنا یاد میدی. آقا هر کاری بگی برات بکنم، من چیکار کنم برات؟ هر کاری؟ هر کاری. به تمام خواهرزاده هم شنا یاد میدی، عربی میرقصی، بابا کرم میرقصی، بیریک میزنی. اینو بلد نیستم. باید بزنی، من چشم. پس تو اونجا بلد بودی. چشم. همین الان میری از سایت اتاقک واسه من و خونوادم ویلا رزرو میکنی، به مناسبت هفته گردشگری هم به تمام فالووراشون تجهیزات سفر هدیه میدی. چشم.